درود آلمانی با هم 1 دقیقه. کلمه بورد کارت بچه ها. بورد کارت به معنی کارت پرواز، کارت سوار شدن به هواپیما. Zum Einstieg ins Flugzeug benötigen Sie eine Bordkarte. برای سوار شدن به هواپیما به یک کارت پرواز نیاز دارید. بچه ها فلوکسوگ به معنی هواپیما هستش و فعل benötigen به معنی نیاز داشتن هستش. فعل benötigen بچه ها فعل اکوزاتیو سازی هستش. نگاه کنید benötigen زی فاعلمون هستش و آینه کارت مفعولمون هستش که اکوزاتیو هستش. نکته خاصی وجود نداره، تنها در مورد سوم اومدیم صحبت کردیم که چرا سوم شده، چون سو به اضافه یک د می شده. یا اینجا چرا این سو داریم، به خاطر اینکه یک اینداسی داشته، یعنی فلوکسای داس فلوکسای تو داشتیم، داس فلوکسای به اضافه یک این شده و تلفظ بهتر شده اینس. کلمه بوزه به معنی بنجس، شرور و خبیث. دی بوزه هکس hat die Kinder in ihr Knusperhäuschen gekluckt. فعل ما hat، بچه نگاه کنی hat geluckt hat geluckt به معنی اینکه جادوگر شرور، دی بوزه هکس یعنی جادوگر شرور بچه ها رو به داخل خانه شیرینی زنجبیلی خودش کشون. لوکن بچه فعل اصلی ما لوکن هستش، اون به صورت پرفکت بودش، با فعل هات پرفکت شده، به معنی کشاندن یا وسوسه کردن هستش و در این جمله دی بوز هکس یعنی جادوگر فاعلمونه، دیکیندا مفعولمون هستش که به صورت اکوزاتیو هم هستش. نکته خاصی نداره، بریم کلمه بودشافت رو ببینیم. بچه کلمه بودشافت به معنای سفارت هستش. حق شوستا به انترکت ein neuen Reisepass in der Botschaft. آقای شوستو یا آقای شوستا در سفارت برای گذرنامه جدید درخواست میده. به انترکت به معنای درخواست دادن هستش. Reisepass به معنای گذرنامه، به معنای پاسپورت هستش و بودشافت هم که به معنای سفارت هستش. تنها نکتهش اینه که بچه یه دونه ما نشانه حرف مؤنث رو داریم. کلماتی که به شافت خست میشن هم کلماتی هستن که مؤنث هستن و چون اینجا این در یک مکان ثابتی رو داره نشون میده، مجددا این داتیو میذاره شده این در بودشافت. فعل بقاوخن بچه ها، فعل بقاوخن به معنای نیاز داشتن هستش که گفتیم با فعل بنوتیگن هم معناست، اما بنوتیگن فعلش رسمی تر هستش. بیا بقاوخن nach Zucker anmel und dann کوخن سو باکن. ما هنوز به شکر و آرد نیاز داریم تا کیک بپزیم. ما نیاز داریم به قاوخن زوکا امل. مل به معنی آرد هستش بچه ها، آرد. و یک گرامر خیلی آشنایی سو، برای اینکه سو و گفتیم همیشه کنار سو یادتون باشه فعلی که قرار میگیره همیشه به صورت مصدر هستش تا بتونیم کیک بپزیم. مقصد رو میگه، ببینید سو مقصد یا هدف رو میگه. تا برای کوخن به معنی کیک، سو بیکن برای پختن کیک. ببینید کوخن برای پختن یعنی برای کیک، برای پختن، منظورش این هستش. و کلمه بغو به معنی مؤدب، خوب، سربرا. دیکیندا واقعا گستن سو بغو یعنی بچه ها دیروز خیلی خوب و مؤدب بودن.